خوشبختی دولت و ملت و افتخار مردمان این کشور است که امروز صف ارتش ملی تاجیکستان محبوب را جوان اسکران این سرزمین مقدس تشکیل می دهند که خدمت مادر وطن و حمایه هر پارچه خاک این میهن برایشان عزیز است. مادر، افتخار نما که فرزند تو در دفاع وطن است. ارتش ملی کشور مکتبی بزرگ است که جوان مردان وطن دوست این سرزمین در آن دوستی و برادری، همدلی و همزبانی، حقیقت، عدالت، صداقت، صمیمیت، غرور و افتخار و ننگ و ناموس آموخته محافظانی حقیقی وطن می گردند.